سلام آبجی. چیز آبجی نه، یعنی من اصلا شما رو به چشم آبجی نمیبینم. عمتون میگم که من بچه این محلم، مشت این محل تومه. چیز یعنی این محل تو مشتمه. یعنی چی؟ یعنی اینجا گنده لامه. چیز فهمیدم شما گندلات این محلی. بله. خب منظور گفتم اگه کسی چپ نگاهتون کرد به من بگی بزنم بتر کنمش. ایس بابا جون اون پسری که باش هماهنگ کردین چی شد؟ اومد ولی ای کاش نمی اومد. آقا فکر کنم شما الان میخوای یه چیزی بگی. چی کارش داری تفلکو؟ نه این اصلا قیافش معلومه مزاحم نوامیسه. شرط میبندم الان میخواد به شما بگه جون. بگو جون خاله ببینه. این حرفات چیه؟ از دیوار صدا در میاد، این تفلک صدا در نمیاد. داداش یه خانوم زیبا اینجا وایساده، جون مادرت بیدار شد، یه جون بگو بعدش بکپ. اوه بسم الله. این چرا انقدر زشته؟ از چی زده بودیم پری؟ همینو میخواستی، اینو بیدارش کنی لیتر باره من کنه. الان همه سیخو میکنم تو بس ببینم. ای بابا سیخ مارم بردن. ای وای پس بازم خراب کردی بابا جون. آره حسابی خراب کردم، ولی من پروتر از این حرفا بودم.